پشت ران دمبل رومانی. طرز صحیح این حرکت اینطوریه که دوتا دمبل برمیداریم، پاها تقریبا از شانه باز میشه و میریم پایین. موقع رفتن به پایین زانو یه خورده خم میشه و کمر کاملا صاف و یه گودی میندازیم بهش به این حالت تا پشت رانمون کاملا به کشش بیاد. تا جایی که میتونیم بریم پایین تر تا همسترینگ فشار کامل بیاد. دیگه اینطوری نزنیم که به محرمون فشار بیاد، باید حالت اینطوری باشه.